Hey guys, خوش آمدین به یک ویدیو دیگر از چینل یوتیوب عبید پارسا. در این ویدیو ما آمدیم که بریم با هم پک MSN باز کنیم، مثلث آتشین و کانامی که پک MSN بالاخره آورد و ما هم امروز آمدیم که بریم با هم سکه های ما را مصرف کنیم و ببینیم که برای ما در چند سکه MSN میده. چینل سابسکرایب کنیم، ویدیو رو لایک، کامنت، شیر کنید. میریم برنامه را آغاز میکنیم. Let's go. ببینیم که چی میشه. فکر نکنم فکر نه سکه اول برای ما بازیکن لرزه را داره. میریم صد سکه دوم. این بار ببینیم که برای ما کدام بازیکن خاص را میته یا نه. بازیکنی که میخواییم میسی، نیمار، سوارز نه. این بار هم نداد. بالاخره ببینیم چی میشه. یک صد سکه سیوم میزنیم. ببینیم که این دفعه چی کار میشه. این دفعه هم فکر نکنم که باشه. نه این بار هم نداد. این بازیکن بار نداد. حالا دوستان یک کار دیگه میکنیم. میایم 900 سکه را میزنیم. یک دفعه 900 سکه را میزنیم ببینیم که چی میشه. و اینجا 3 بار میخوایم که کنسل کنیم. ببینیم که این طریقه کار میته یا نه. ببینیم که چی میشه. دعا کنه که بوده اگر این سکای ما خودش خلاص میشه. کنیم با را داد و سوارز داد. بله از مثلث MSN سوارز برای ما داد و میسی و نیمار ماندن. سوارز خوش آمدی پسر، خوش آمدی با تیم ما. سوارز داد برای ما دست 900 سکه که زدیم. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got نه خیلی فکر نکنم که این بار بده. نداد. 100 سکه دیگر را میزنیم. چی کار میشود ببینیم که نیمار را داد. نیمار هم گرفته و فقط میسی مانده و نیمار جونیور هم گرفته. مثلث MSN نیمار و سوارز که تکمیل شد و تنها میسی مانده است. بله ببینیم که در 300 سکه دیگه میتونیم که میسی را بگیریم یا خیر دیگه. خدایا خودت کمک. فقط میسی 100 سکه میتونیم میسی را بگیریم. ببینیم چی کار میشود. نه میسی را این بار نداد و فقط 2 چانس دیگر داریم. منیر هدادی را داد. ببینیم که اینجا دو چانس دیگه داریم دیگه. ببینیم که دو چانس دیگه چی میشه. نه میریم آخرین چانس ما را هم امتحان میکنیم. ببینیم که میتونیم که میسی را بگیریم یا خیر. میسی که خواهیم دوران سالهای 2000
15 16 و سیزن 2015 و 16 که میسی نیمار سوارز خیلی خوب درخشیدن. ایلا باز هم سوار کنسل میکنیم که آخرین چانس ما چی میشود؟ آیا میتونه که میسی را بگیریم یا خیر؟ ببینیم که چی کار میشود. ثانیه های که خراب شد، نه خیر و میسی را نتوانستیم بگیریم. میسی را که برامون نداد و اما توانستیم که لس سوارز و نیمار جونیور را از این پاک بکشیم و سکای ما تمام شد. قسمه که دیدین سوارز و نیمار را بالاخره کشیدیم، اما یک لیونل میسی مانده است که سکای ما خلاص شد و ما رفتیم چارج کردیم و 800 سکی دیگه چارج کردیم. حالا باز آمدیم بریم که لیونل میسی را بکشیم، ببینیم که آیا در 800 سکا میتونیم که میسی را بکشیم یا نه. ببینیم چی میشه، ما را همراهی کنیم و اولین 100 سکا را میزنیم ببینیم که لیونل میسی را بر ما میته یا نه. قسمه که معلوم میشه لیونل نه میسی را نداد. حالا میریم 3 بار کنسل میکنیم ببینیم که این طریقه کار میته یا نه. ببینیم که میتونیم بالاخره میسی را بگیریم و مسابقه MSN ما تکمیل شود یا خیر. البته یک میسی مقبول نه، میسی بازم نداد میسی را. حالا 600 سکه دیگه ما مانده، ببینیم که دی 600 سکه میتونه که میسی را بگیریم یا خیر. پلیز بده میسی را، یک میسی خوشگل و نه بازم که میسی را نگرفتیم و بازم یک بار کنسل میکنیم ببینیم که میسی را بالاخره میگیریم یا خیر. 1700 سکه را زدیم و نیمار و سوارز را برای ما داد و کاینس ما خلاص شد و رفتیم 800 تا دیگه چارج کردیم و حالا 400 سکه دیگه ما مانده. ببینیم که چی کار میشه، میسی را میتونیم بگیریم یا خیر. نگه در 800 سکه نتونیم میسی را بگیریم دیگه، جیب ما را کانومی خالی کرده و نتونستیم دیگه بگیریم. ببینیم که چی کار میشه. 300 سکه دیگه مانده. این طریقه هم کار نمیته دیگه، یک دفعه 2 دفعه 3 دفعه. بده میسی را بده، ما میسی میخواهیم. میسی را بده که مثلث ما تکمیل شود، مثلث MSN. نداد. بازم میسی را که برای ما نداد و 2 چانس دیگر داریم. 2 چانس دیگر داریم ببینیم که چی کار میکنیم. سوارز را که گرفتیم و نیمار هم گرفتیم. ببینیم که 2 چانس دیگر چی میشه. یک مردی که کنمی بته میسی را ما را قدر آزار نته بته میسی را کاسادو را داد. یک لحظه فکر کنم که میسی را داد. اینم چانس آخر ببینیم که چی میشه در چانس آخر. نه نداد فکر کنم. نه نداد. و تقریبا از 150 بازیکن که داخل باکس بود 124 بازیکن مانده و ما که نتوانستیم میسی رو بگیریم. والا باز 3500 کاینز دیگه چارج کردیم دوباره و این بار میخوایم که میسی را بگیریم دیگه. هر قسمه که میشه باید میسی را اکانومی برای ما بده و ما میسی را میخوایم که بگیریم دیگه. خلاص حالا یک 900 تایی میزنیم اول ببینیم که چیکار میکنیم. میتونیم میسی را بگیریم یا خیر دیگه. میخوایم که باکس خالی کنیم.
تا میسی رو نگیریم الا دادنی گانمی نیستیم. ببینیم که چی کار میشه. به این 900 تایی اول که بر ما نداد این تکلیفای داد. باید اسکیپ میکنیم و میریم بازم یک 900 تایی دیگه میزنیم. ببینیم که در این 900 تایی دوم بر ما میسی رو میته یا نه. ببینیم که چی کار میشه. نه این باران نداد. حالا میریم یک 100 تایی میزنیم. ببینیم که چی میشه. میخوایم که میسی رو بگیریم دیگه. با باکس باید باکس خالی شود دیگه. اگر میسی رو نداد مجبور هستیم که باکس خالی کنیم. باز میسی رو نداد. ببینیم که حالا یک 900 تایی دیگه میزنیم. و این باره که امیدوار هستیم که میسی را بته دیگه. خیلی ما را آزار داد گانمی. و این باره که میسی را گرفتیم. بالاخره میسی را برای ما داد و مثلث MSN تکمیل شد. بالاخره گرفتیم میسی را. زنده باد گانمی. خدا یارت میگم. خوش آمدیم میسی. چهره خاندان به تیم آمد و بالاخره توانستیم که میسی را بگیریم و گرفتیم دیگه. مجبور نیستیم که باکس خالی کنیم و دیگه سکه بزنیم و میایم میسی را میاریم در ترکیب. با این قدر آزار و اذیت که گانمی ما را آزار و اذیت کرد توانستیم آخر میسی را بگیریم و ببینیم ترکیب سوارز، نیمار و مسی. مثلثی که تکمیل شد. اینم میسی با 170 قدش است. 27 سال سنش است. چپ پا و اینم مشخصاتش است. 140 و بله توانستیم آخر مثلث MSN را تکمیل کنیم و گیم پلی ما را با مثلث MSN ببینید. چینل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. ویدیوی بعدی ویدیوی بازی با مثلث آتشین بارسلونا، مسی، نیمار و سوارز است. خب دوستای عزیز برنامه ما همینجا به پایان میرسه. انشالله که از برنامه ما خوشتان آمده باشه. تا برنامه بعدی و باکس های بعدی شما رو با خداوند یکتا سپارم. چینل رو سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، شیر نره. خدا یار و مددگارتان. Goodbye.